در شرق آسیا بامبوی چینی. کشاورز روزانه مراقبت می کند، آبیاری کود، محافظت. 5 سال هیچ چیز بیرون نمی آید، هیچ اتفاقی نمی افتد، اما زیر سطح شبکه ریشه ها گسترش می یابد. شنیاد قوی برای آینده. سال 5 دگرگونی شگفت‌انگیز. 6 هفته 90 فوت. طبیعت صبر را پاداش می دهد. بامبو چیزی عمیق می آموزد. رشد همیشه دیده نمی شود، اما همیشه اتفاق می افتد. از غلاطیان باب 6 و در نیکوکاری خسته نشویم، زیرا که در موسم خود درو خواهیم کرد اگر ملول نگردیم. پولس در اول قرنتیان من کاشتم، اپولس آبیاری کرد، لکن خدا نمو بخشید. پس نه کارنده چیزی است و نه آبیاری کننده، بلکه خدا که نمو می بخشد.